خب ببینین حالت جنگ هستیم. کسایی وجود دارند اینجا از القاعده وجود داره، طالب هستن، کشورهای دیگه مداخله میکنن. در حالت جنگ هستیم. به خاطر از بین بردن این جنگ چی پروگرام داره؟ از برای مخالف دولت که طالب باشه یا حزب اسلامی انجینر گلبدین باشه، اینا همه قانون اسلامی میخواه، همه بیرون شدن چیز میخواه. خد ما انشالله اینا که ما که شریعت قرآن محمد صلی الله علیه و جاری کنی که امنیت باشه، اونا میاد داخل افغانستان خد مسئول امی ببین کسایی که خدا انتحار میکنن، جان خدا مردم بیگناه میکشن، این مطابق قانون اسلامی است؟ نه مطابق قانون اسلامی نه، اینا خاطر خارجی‌ها میکنن. کسایی که این کارو میکنن چطور هستن بس؟ خدا که انتحار میتن اینا دیگه چیز نمیشه. مقصد ما حکم نمیدیم که اینا چیز باشه. خب بخاطر دیگه چی، بخاطر امنیت تقویت اردوی افغانستان دیگه چی پروگرام دارین؟ پروگرام ایته داریم ما و شما معدن‌های زیاد داریم. بخاطر تقویت اردو گفتیم، پلیس گفتیم، اردوی افغانستان بخاطر از اینکه امنیت به خود تمام اردو کار داریم، عسکر کار داریم، پلیس کار داریم، بخاطر از اینکه یک اردوی قوی و پلیس قوی داشته باشیم چی پروگرام دارین شما؟ از تجار ملی، اشتراک تجار ملی سکتوری و خصوصی ما خواهش میکنیم که ما با از همسایه‌های دوست خود کمک میخوایم بدون قید شرط. کمک میخوایم از همسایه‌ها خود. همسایه‌ها بدون قید شرط کمک میکنن؟ میکنن. تا خب چیز جنجال کس از همسایه‌ها جور شده برای ما. اینا کی باز بدون قید شرط کمک میکنن؟ 50 میلیارد دلار در افغانستان سرزیر شده. 50 میلیارد دلار. اینا هم حیف میل شده. هیچ کارم به افغانستان نشده. اینا طرق مصرف از اینا به ملت بیچاره افغانستان معلومات ارائه میکنه و محاسبه در از ما مصرفی که شده در چند سال گذشته ای را میخواین که معلومات شد به معلومات ارائه میکنه که چند مصرف شده، چند باقی شده. اون چیزایی که باقی شده باشه محاسبه خرج از اینا میکنه. باز کسایی که فرزند این پیسه را تا بالا کردن که از چی میکنین؟ تا بالا کرده بیا جرم جریمه خود بده یا قانون اساسی قانون اساسی مطابق قانون اساسی. کسایی که جرم کرده از امیال باید چاره خدا بکنن دیگه. وقت شما آمدن باز انشالله کسی حساب میکنه. خب به خاطر انکشاف اقتصادی افغانستان چه پروگرام دارین؟ به خاطر از اینکه همین فقر و غربت دور شود. فقر و غربت دور شه ما زمین‌های بکر و لامزو بسیار داریم. هر نفر کشاورزی زمین رو تجزیه میکنه، تراکتور در اختیار زمین چای عمیق میکنه، مردم بیکار به کار بندازه که اقتصاد جنگ و جدال و ایباری برگم شد. خب از کجا میکنین تراکتور؟ از چاکندن یا میگه مصرف کار داره، پروگرام داره، چیزی پروگرام برش دارین؟ کدام چاری برش دارین؟ ما دیگه پروگرام که ندارم، دیگه از همسایه حکومت میخوایم. همین هر چیز همسایه میخواین، همسایه ها مناقصه کمک بداده و تاوانم کمک نده و کمک من انشاءالله. در سیاست خارجی تان در روابط افغانستان با کشورهای خارجی چی نظر دارین؟ روابط شما با کشورهای جهان چگونه خواهد بود؟ روابط ما در کشورهای جهان نیکه، اصلا نیکه، شرطی که مداخله نکنه در افغانستان. اگر مداخله کن مبارزه میکنه. کسایی که مداخله میکنن با مبارزه میکنن. و کسی دیگه کشورهای جهان روابط نیک می‌داشته باشه. روابط خوب. خب بسیار خوب. یک مشکل بسیار کلان که افغانستان داره مواد مخدر است. نظر شما چی پروگرام دارین در این مورد؟ این مواد مخدر رو چطور از بین میبرین؟ مواد مخدر رو اونجا به سر قدرت رسون از بین میبرم. نظر به قانون اساسی ان شاء الله از بین میبرم. خدا چه پروگرام دارین برش؟ پروگرامی که تیارا رو بابا میکنه، هر چی که کشت چیز اینا محو نابود میکنه. زار میپاشین، مواد کیمیایی میپاشین؟ مواد کیمیایی میپاشن کشت داره. باز انسان ها رو هم خراب میکنه، حیواناتی که اونجا وجود داره اون رو هم خراب میکنه. خب با اونجا قانون میگذاریم. کشت فرضاً مشروع که است او رو هم از بین میبره. از هوا که پاش دادین همه چیزا خراب میشه. از زمین پاش بدین. از زمین پاش بدین. اونجا تا که امنیت نبیه چطور رخصه میتونن که پاش بدین؟ موشن دیگه. یک رقم میکنه اینجوری بسیار خوب. خب در 30 سال جنگ تعداد زیادی مردم ما
شهید شدن، وارثان شهدا وجود داره، یتیمانشان وجود داره، یک تعداد زیاد مردم معیوب شدن، معلول شدن، با حال تمام مشکل است بر خود زندگی کنن، اعضایشان وجود نداره. به خاطر ازواج پروگرام دارین به خاطر که بتونن یک زندگی آبرومندانه داشته باشن. بعضی نه دکتر معاش زیادتر میکنی خدا بخواه. معاش زندگی چیز میکنیم، بعضی نه زمین تایزی میکنیم، زمین های لامزرو بسیار داریم ما شما که به دشت بیابان بی آب و علف هستن، اینا رو تجریه میکنیم. زمین ها رو سرشون تقسیم میکنیم. زمین های لامزرو. خب در قسمت معارف افغانستان چه پروگرام داریم؟ اینا هم زمینه تحصیلات عالی برای زن چیز میکنیم، معاش میدیم، معاش معلم دیگه برای جوانان زمینه تحصیلات عالی که به خارج سفر کنه اینا مساعد میکنیم، تیار میکنیم، روش میدیم، مشوره میکنیم با علماء کرام و دیگه حساب. جوانای ما بسیار بیکار هستند، از بیکاری میرن به طرف انحرافات مختلف، فساد. به خاطر از چی پروگرام داریم که جوانای ما از بیکاری براین و از انحراف براین برن به طرف اطفال به کودکستان ها وام کنیم، به اونا درس تعلیم بده. مقصد زمینه رو مساعد میکنه، زمینه رو مساعد میکنه که برای همگی کار خوش قدرت نداریم، اونجا قدرت به خدا دیگه. خب به خاطر پیشرفت اقتصاد یک شما توزیع زمین گفتین، به خاطر رشد صنعت افغانستان چه پروگرام دارین؟ صنایع افغانستان رشد کنن، تجارت افغانستان رونق بیافته، چه پروگرام هایی دارین؟ چی بکنیم؟ چیزی که دلتان است بگید. اونا رو هم یک رقم میکنیم. خب بسیار زیاد تشکر. ګران اوریدونکو او اوریدونکو تاسو نه هم ډیره مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي مرکې پورې په خدای سپارو. الله مو مل شي. تشکر.